فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبیه که باز ما فیوچر داریم اینجا. واقعا فکر می‌کنم خیلی کمک حال بچه‌هامون باشه، چون الان با توجه به این شرایطی هم که هست بالاخره ما می‌خوایم بچه‌ها هم محک بزنیم توی این مسابقه. فکر می‌کنم این خیلی شرایطو برای ما ایزی‌تر می‌کنه، آسان‌تر می‌کنه که بتونیم بچه‌هامون هم توی این مسابقه ببینیم. حالا با توجه به تصمیمی که کادر فنی و خودمون گرفتیم، گفتیم که بازیکنایی که دوره قبلی تو تیم ملی بودن همشون در جدول کوالی بازی بکنن. تصمیم خودمون بود که بتونیم بازی‌های بیشتری بکنن، هم ما بیشتر بچه‌ها رو رصد بکنیم با توجه به شرایطی که هست. برای دیویس کاپ هم بعد از مسابقات فیوچر تهران یه 3 هفته اردو ترکیه رو خواهیم داشت. 3 هفته مسابقات فیوچر داریم که با توجه به ریزالت و نتیجه‌ای که اینجا از بازی فیوچر ما بگیریم، نفرات منتخب و ارسال میفرستیم به مسابقات فیوچر ترکیه. با توجه به صحبتی که با تونی و کادر فنی داشتیم، گفتیم که بچه‌ها کوالی بازی بکنن که بتونیم بیشتر ببینیمشون، بیشتر بازی بکنن. یه خوردم از اون حالت اینطوری، چجوری بگم، از اون حالت در بیان که اینطوری باشه که حتما قراره هر دفعه وایلدکارت جدول اصلی بگیرن. چون بالاخره ما اینطوری هم که اگه قرار باشه بازیکنی خوب بازی بکنه، از جدول کوالی بازی بکنه، به نفعش هست. واقعا نشون میده که واقعا در حدی است که بتونه جدول اصلی هم تنیس بازی بکنه. فکر می‌کنم اتفاقا برای بچه‌های ما بهتر هم هست، با توجه به اینکه چون وقتی در جدول کوالی بازی میکنن اگه 2 راند ببرن پوان آی تی اف میگیرن. این فکر می‌کنم به نفعشون باشه، چون با پوان آی تی اف حداقل اینکه هر جای دنیا بخوام برن میتونن امید اینو داشته باشن که تو جدول کوالی باشن. بسیار. و آخرین سوال من در مورد رقبامون در دیویس کاپ بگو، چقدر شناخت داری از آخرین تغییر و تحولاتی که ایجاد کردن؟ تیمایی که الان تو دیویس کاپ در گروه 3 داریم تو ویتنام، همون تیمایی هستن که پارسال باهاشون روبرو شدیم. تیم تایلند هستش که فکر میکنم خب قوی ترین تیم هستش. سوریه هنوز تکلیفش معلوم نیست، به خاطر اینکه خب در مسابقه قبلی ظاهر نشدن، به خاطر همین هنوز بلا تکلیف هستش. ولی اگه قرار باشه سوریه هم باشه، فکر می‌کنم کار بازم برامون سخت‌تر میشه با توجه به بازیکنی مثل حازمی که دارن، فکر می‌کنم رنکش هم 300 یا 400 باشه تقریبا. و تیم خود ویتنام هستش که با توجه به شرایط میزبانی فکر می‌کنم کارو سخت می‌کنه برای همه رقیبا. و عربستان، اردن تیمایی هستن که پارسال هم بودن.